عزیز خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه چینل یوتیوب ما. دیگه امروز میخوایم که طرز تهیه اختی مرغ همراهتون به اشتراک بگذارم. ان شاء الله که یک رمضان خوش پر سلامتی و جوجری داشته باشید. که موادش هست تخم گرشنیس، مساله، زردچوبه، مساله خود مرغ هست، مرچ سیاه، مرچ سرخ هست. دیگه این مندازیم و سیر است. بخاطر که یک ذره مقدار مرغ زیاد است باید از سیر زیاد استفاده کنیم. دیگه یک ذره ما استفاده میکنیم در اختیش. چهار قاشق ماست اضافه کردیم و یک دو سه قاشق روغن به قدر ضرورت بخاطر که مرغ ما یک ذره نرم و خوبش بیه. بعد از این مواد مکس میکنیم. البته نمک ما اضافه کردیم در خود سیر و خود مساله نمک داره. در نمک زیاد استفاده ما نمیکنم به این اندازه. ما مرغ همراه مواد خوب گرد میکنیم که خوب اخته شود و ما مرغ این قسم همراه کارد شقه کردیم که بینشون خوب مواد بگیره که مزه‌دار برای مزه‌دار شود. بعد از یک ساعت دو ساعت اخته شدن دوستای عزیز که مرغ ما همراه ادویجات و شاماست که جور کردیم اخته کردیم. مال از کچاپ که مخصوص مرغ چیز است که اختهش است که استفاده کردیم که یک کم رب یک کم سرکه یک جوی کردیم. این اضافه میکنیم. بعد از این خوب باز امی مرغ اخته شده را که تمی سوسک که جور کرده بودیم گرد میکنیم. بعد از این دوستای عزیز مرغ را که ما گفتم اولا که شق کرده بودم که خوب مواد داخلش بره که مزه‌دار به تاوا را روغن چرب کردیم. بعد از چرب کردن تاوا مرغ را منظم میچینیم. بعد از اینکه تمام مواد را در روی مرغ انداختیم، روغن هم در روی مرغ زدیم همه دیگه همراه کاغذ آلومینیوم سرخ فرای میکنیم. دوستای عزیز آماده داش ماندن است که تقریبا 45 دقیقه یا شاید 50 دقیقه در حرارت بسیار کم این را در داش میمونم که بسیار همونطور آستگی مغزش و همراه مواد اخته شده درست پخته شود. دیگه با امید لایک و کامنت و سابسکرایب بتون. خدا کنه که رمضان خوش و بخوری و سلامتی و زندگی کنید. روز خوش.